این سوئیس تراول سیستم مپ 2022 رو که میتونین بیاین بگیرین. شما الان اگر زوریخ باشید اینجا، این رینفاله، این لوزرنه، یه جا هست توی فیلم های سوئیس که خیلی سرسبزه، اینجاه بچه. گرینوال، لاتربرونه، اینترلاکن، یعنی بین دوتا دریاچه. شما اگر بخوایم بیاین مثلا میتونین یه بلیت 3 روزه یا 2 روزه رو بگیرین که البته من بلیت روزانه گرفتم چون من 3 روز بودم. شما اگه 4 روز بیاین میتونین این کارو بکنین. از زوریخ حالا یه بار که اونو میبینین هیچی، مثلا این مسیر رو ما 50 فرانک دادیم، این مسیر رو باز دوباره 50 فرانک دادیم، یعنی زوریخ به لوزرن رو باز دوباره 50 فرانک دادیم، دوباره اینجا 25 تا پول اشتی دادیم. مثلا میتونین یه کارت 3 روزه بگیرین که همه چی شامل میشه. از زوریخ بیاین برین لوزرن رو برین اینترلاکن رو برین لاتربرونن، هایدی لند هم تقریبا مثل همین لاتربرونن. هایدی لند همون جاییه که هایدی کارتونش مثلا حالا برسه اون ساخته شده. گرینوالد رو ببینیم و بعد برگردیم. بچه ها برنم پایتخت سوئیسه که حالا چیز خیلی عجیب غریبی میگن نداره، ولی خب ببینید این نقشه‌ش رو داشته باشین که من اینو دیدم. اینو دیدم و چیزای بین اینا. بعد مثلا کیبل کار و همه چی داره دیگه، نوشته براتون مثلا از کجا برین و اینها. این نقشه رو کلا داشته باشین چون خود زوریخ به تنهایی خیلی چیز عجیب غریبی نداشته باشه. شما میتونین برین اطرافش که خیلی خاصه و توی تمام ویدیوها که میبینین سوئیس اونجا هست. زوریخ نیست. زوریخ خیلی شهر صنعتی رو ببین خیلی اینجوریه دیگه، یعنی خیلی شهر فرم اون طبیعت بکر مثلا که ما معروفه برامون تو سوئیس تو ویدیوها میبینیم نیستش.